سندرومی که وجود داره به نام بهشت زیر پای مادر یک باور کاملا فرسوده هست. به چه دلیل؟ در بهشت چه چیزی است که زیر پای مادر قرار بدیم شأن مادر را بالا ببریم؟ دختران باکره، انواع گوشت و کباب، شراب، بچه بازی. شما فرض کنید در این منزلی که من نشستم، اینجا دخترانی هستند که در خدمت جنسی مردم، پسرانی هستند که در خدمت جنسی مردم، بوتل‌های شراب، انواع کباب. در بالای این خانه شما را قرار میدن. بر شما کدام منزلتی دادن؟ این خانه شو زیر پای شما. بهشتی که زیر پای مادر است چی مقامی به مادر میتونه بده؟ بهشت مگر جای خوبی است؟ در بهشت چیزی نیست جز رابطه جنسی و سکس و شراب و بچه بازی. این به مادران عزیز ما توهین است که ما بگوییم مادر بهشت زیر پایش هست. این کدام منزلت به مادران دادن نیست. این توهین به مادران ما است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بهشت جای صالحان نیست. حالا شما فرض کنین یک مردی که همزمان با 70 تا زن میتونه سکس کنه، اون مرد سالم است؟ یک مردی که همزمان 24 ساعت فقط آلت بدست شراب میخوره و رابطه جنسی میکنه، اون مرد سالم است؟ 24 ساعت نه، میلیاردها سال. یک مردی که میره با دختران میخوابه که نه گذشته دارن، نه پدر دارن، نه احساس دارن، نه مادر دارن، فقط چی هستن؟ حوری هستن. حوری. اون مرد سالم است؟ نمیتونه سالم باشه. پس اون خانه نمیتونه خانه سالم برای انسانهای سالم باشه. پس اون مادری که چون این بهشت ما زیر پایش بدانیم، به اون مادر ما داریم توهین میکنیم. عین سخن معادلش فاحشه خانه زیر پای مادران هست، بهشت زیر پای مادران است، فرقی نداره. پس این کدام منزلتی برای مادران ما نبوده، برای مادران ما نیست. مادر اگر واقعا در این دین ارزش می‌داشت، امروز ارزشش در این کتاب میامد. نمیگفت بزنینش، نمیگفت با انعام باید مساوی باشه، نمیگفت که فلان است، نمیگفت بهمان است. مادر برای ناقص العقل نمیگفت بهشت زیر پایش نمیداد. ما نیاز نداشتیم. خود مادر ما نیاز نداشت. چی کنه که بهشت زیر پایش باشه؟ همین زنی که بهشت زیر پایش است، در اون دنیا شوهرش با 70 تا دیگه میخوابه، خودش نشسته در جا خود فقط چارزانو که طرف خدا میبینه که چی بابا بالاخره خسته میشی از خدا. معنا نداره، مفهوم نداره. اما به نظر من والدین و پدر و مادر کردنش رو در بر میگیره. پدر و مادر هر دو مقام و منزلتشان نزد انسان خردمند ثابت است، تثبیت شده است. یک انسان نه تنها با پاس این که مرا مادرم بزرگ کرده، یا مادر ما هست یا پدر ما هست، اول با پاس انسان بودنشان ما باید اونا رو دوست داشته باشیم، احترام برشان داشته باشیم، به خاطر که ما به بشر احترام داریم. پدر و مادر نباید به خاطر پدر و مادر بودنشان تنها قابل حرمت باشن. اگر نباشن نباید داشته باشیم. نه، در ابتدا اونا انسان هستن، انسان بودنشان مهم است. بعد از او مادر را به خاطر زحمات کشیده بازم نباید دوست داشته باشیم. مادر را به خاطر این دوست داشته باشیم که مادر ارزش معنوی دوست داشتن را داره، نه ارزش مادی. معامله تو مرا بزرگ کردی، نان دادی، من تو را دوست دارم. این معامله شد. ما با مادر ما معامله نداریم، ما با مادر ما قرارداد بسته نکردیم. مادر به خاطر نام زیبایی که داره، به خاطر معنویتی که به ما بخشیده، مسئله بادی و فیزیک را کنار میگذاریم، خدماتش را کنار میگذاریم که ما را بزرگ کرده، برای ما حتی نان خوردن را یاد داده. زبانی که من صحبت میکنم این به خاطر مادر است. به احترام همین زبان باید من قدر مادر را بدانم. تنها مسئله زحمات معنوی مادر برای ما نباید مهم باشه. درست است که ما بریم به طرف مسائل بعدن که ما را زاده، ما را تولید مثل کرده، ما را بزرگ کرده، میدانسته که فرزند جنجال آفرینی داره و در نهایت پدرم زحمات خودش را در حد یک مرد بودن برای ما یاد داده. و همچنان برای ما هم مادر برای ما یاد داده که یک انسان باید چی ظرفیتی داشته باشه. شجاعت را ما میتونیم از پدر و مادر بگیریم، تعلیم را میتونیم از پدر و مادر خوب بگیریم. پس هر دویش در زندگی شخص خودم و در زندگی شخص شما که پدر و مادرتان 100% انسان خوبی هستند، اگر حیات باشن عمرشان هزار مفید بودن. پس ما نمیتونیم بین اونها فرق قائل شویم که مادر جایش بالاتر است، پدر جایش پایینتر است. هر دویش انسان‌های زیبا، هر دویش انسان‌های نزدیک به ما، 50 کالبد ما را اونها تشکیل دادن، 50 تربیه ما را اونها تشکیل دادن. مادر شاید زیادتر، چون پدر اکثرا در جامعه ما نانآور بوده، مادر اکثرا در جامعه ما خانه‌نشین بوده. اما در کشورهای دیگر نانآور هر دو هستند، تعلیم هر دو میتن، تربیه هر دو میتن، زبان را هر دو یاد میتن، تعطیلات کودک را هر دو سپری میکنن. حتی کودکستان هر دو با نوبت، حالا نوبتش بر صورت،
به یک شکل هر دو صحیح هستند. حتی در کودکستان رفتن، ما که روی کودکستان رو ندیدیم. من فکر میکنم مادران ما در افغانستان رنج و درد فرزندانشان زیادتر کشیدن. حالا من نمیگم که باید از پدران ما که برای ما باید نزدیکتر باشن و عزیزتر باشن، همه را باید دوست داشته باشیم، تمام اعضای خانواده را، چی پدر چی مادر چی برادر چی خواهر. اما من فکر میکنم که جایگاه قائل شدن بلند و پایین در اعضای خانواده و فکر طبقاتی داشتن در مورد پدر و مادر ویران کننده است برای یک خانواده، برای یک فرزند سالم، برای یک خانواده سالم. باید یکسان باشه. تشکر کوجان قندیسار، درک کردم، فهمیدم. یک جان تشکر، سپاسگزار هستم. یک جان تشکر.